الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. بینندگان عزیز برنامه فهم قرآن، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در برنامه های قبلی در مورد ارکان ایمان صحبت کردیم. ادامه همون بحث باز هم با شما داریم. از جمله ارکان ایمان اول گفته بودیم ایمان به الله، آمنت بالله و ملائکته و ملائکه و کتبه و کتابها، یعنی ایمان به کتابها و رسوله و ایمان به پیامبران. بحثایی در مورد ایمان به انبیا علیهم السلام داشتیم که در این برنامه مختصرا مباحث باقی مانده را با شما شریک می سازیم و بعدا ایمان به آخرت و ایمان به تقدیر و همچنان ایمان به زنده شدن بعد از مرگ. یعنی سه بحث دیگه ما داریم در ارکان ایمان. امیدوار هستم برنامه را از ابتدا تا به انتها بیننده باشین. در مورد انبیا علیهم السلام اگرچه در برنامه گذشته معلومات ارائه شد، بازم این عقیده را باید مسلمان ها همگی داشته باشند که انبیا علیهم السلام اونها از گناهان صغیره و کبیره معصوم بودند. یعنی الله وقتی بنده هایی را از بین دیگه بنده هایش انتخاب میکنه، بنده های برگزیده میسازه، طبیعی است که اونا اشخاصی هستند که از دیگه مردم متفاوت میباشند. ما عقیده داریم که انبیا علیهم السلام بشر بودن، انسان بودن. هیچ پیامبری از جن وجود نداره، هیچ پیامبری از ملائکه وجود نداره، انسان بودن. ولی این انسان‌های برگزیده که دارای صفات حمیده بودند، صبر و حوصله داشتن. همون قسم که ما مراتب انسان‌ها را قبلا بحث کردیم. اول الله تعالی از تمام موجودات انسان‌ها را کرامت میده. در بین انسان‌ها الله اهل ایمان عزت و شرف میبخشه که ایمان میارن. بعدا از بین اهل ایمان الله انبیا علیهم السلام مرتبه میتن. در بین مسلمانان مراتبی وجود داره. مثلا اهل علم الله فضیلت میته، باز اولیاء از دوستای الله، کسایی که طاعت و عبادت میکنن، کسایی است که اونا الله براشون کرامت خاص میبخشه. بعد از او باز انبیا علیهم السلام که در بین از اونام گفتیم فرق از بین رسول و نبی. الله برای رسول برتری خاص داده که شریعت جدید است، شریعت جدید او تبلیغ میکنه و نبی کسی است که امو شریعت نبی را تبلیغ میکنه. باز در بین امیر رسول هم مراتب دیگه وجود داره که قرآن ایران بیان میکنه که تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. این پیامبرایی است که بعضی را به بعضی ما فضیلت دادیم. شما ببینید در بین رسول انبیاء رسول اولوالعزم، پیامبرانی که اولوالعزم است، الله اینا را فضیلت خاص داده. فاصبر کما صبر اولوالعزم من الرسل. و پیامبر صلی الله علیه وسلم خطاب میکنه که صبر کو مثل که پیامبران اولوالعزم صبر کردن. دیگه اینا صبر و حوصله که الله به اینا نصیب کرده بود، درایتی که داشتن، فهم و دانشی که الله براشون نصیب کرده بود، متفاوت بودن از دیگه انسان‌ها. یعنی اون ظرفیت داشتن که الله بر از اینا وحی خدا مسئولیت بزرگ به اونا مسپاره که تبلیغ کتابشون است، پیام الله را به انسان‌ها میرسونه. اینها از گناهان کبیره و صغیره معصوم بودن. عقیده ما و شما میست که انبیا لغزش هایی داشتن ولی گناه نبوده. مثلا آدم علیه السلام وقتی برش گفته میشه با خانمش حوا که ولا تقربا هذه الشجره، به این درخت نزدیک نشه، ولی شیطان وسوسه میکنه. فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سوآتهما. با وسیله وسوسه شیطان باز از درخت میخورن. فاکلا منها، از این درخت میخورن. یا یونس علیه السلام وقتی که از قوم خود میره و بالاخره باز در ماهی را میبلعه، ماهی بزرگ و حوت میگن،
یک لغزش بود که منتظر نمیمانه که وحی بیاید. به می خاطر پیامبر صلی الله علیه وسلم خطاب میکنه الله که فاصبر لحکم ربک ولا تکن كصاحب الحوت، صبر کو با حکم پروردگارت و مثل صاحب حوت نباش. مرادش از یونس علیه السلام است. او گناه نکرده بود، یک لغزش بود. به می خاطر در شکم ماهی هم بازم اقرار میکنه یونس علیه السلام به تقصیر خود که و ظنون اذ ذهب مغاضبا. مراد از ظنون هم یونس علیه السلام است. وقتی که بسیار به غضب میره فظن ان لن نقدر علیه، گمان میکنه که ما قادر نیستیم به او. فنادى فی الظلمات ان لا اله الا انت، در تاریکی ها صدا میکنه که لا اله الا انت. در حدیث هم آمده هر کسی که در سختی این دعا را، دعای یونس علیه السلام بخونه، الله دعایش قبول میکنه. لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. یا مثلا مثال دیگه که رسول الله صلی الله علیه وسلم در مجلس نشسته با اشراف قریش و یک صحابی که نابینا بود به نام عبدالله ابن ام مکتوم. وقتی میایه نابینا نمیبینه در مجلس کی است، نمیفهمه که با اشراف قریش رسول الله صلی الله علیه وسلم نشسته. صدا میکنه یا رسول الله علمنی مما علمک الله، ای رسول خدا یاد بده مرا از آن چه که الله بر تو یاد داده. اینجا رسول الله صلی الله علیه وسلم حرکتی صحابی خوشش نمیاد، نابینا کمی چهرهش تغییر میکنه. قرآن هم نازل میشه عبس و تولا ان جاءه الاعمی. عبسه یعنی چهره تغییر داد. به اصطلاح ما شما میگیم پیشانی ترش کرد. اصلا عبسه تغییر در روی که میاد. عبس و تولا ان جاءه الاعمی، این که وقتی نزدش آمد نابینا. باز بعد از این آیت عتاب که نازل میشه، رسول الله صلی الله علیه وسلم در روایت میگه هر وقت که عبدالله ابن ام مکتوم میامد باز برش خوب احترام میکرد، میگفت مرحبا بمن عاتبنی فیه ربی، خوش آمدید برای کسی که پروردگارم در موردش مرا عتاب کرده. یعنی سبحان الله. بحث ما سر این بود که لغزش های بوده، ولی انبیا علیهم السلام پیامبران اونا از گناهان صغیره و کبیره معصوم بودن. یا موسی علیه السلام وقتی که قبطی را میخواد تعذیب کنه که قصهش طولانی است، در سوره قصص قبطی از قوم ببخشید 2 نفر جنگ میکنه. قبطی با قومی از قوم موسی علیه السلام 1 نفر است. باز وقتی که موسی علیه السلام میخواد می قبطی را تعذیب کنه، این نفر دیگه از موسی علیه السلام کمک میخواد. بازی موسی علیه السلام بر از او فوکزه موسی، یک مشت میزنه موسی علیه السلام را، فقضا علیه میمیره. در یک مشت میمیره. یعنی قصد موسی علیه السلام نبود که را بکشه، یک تعذیبش میکرد. فقضا علیه قال هذا من عمل الشیطان. یعنی در اصل موسی علیه السلام گناه نکرده. عقیده ما شما، باور ما ایست، خلاصه بحث که انبیا علیهم السلام اونها از گناهان کبیره و صغیره معصوم بودن. دیگه عقیده که لازم از یک مسلمان داشته باشه وقتی ما میگیم که ایمان داریم به انبیا، ایره یاد داشته باشیم که اگر از یک پیامبر کسی انکار کنه ایمانش کامل نیست، مسلمان گفته نمیتونیم. مثلا یهود و نصارا اونا همین قسم به کتاب ها گفتیم به قرآن ایمان ندارن، به پیامبر ما ایمان ندارن، به این خاطر اونا مسلمان گفته نمیشن، یعنی اهل کتاب هستن. اگر به یک کتاب آسمانی کسی انکار کنه مسلمان نیست. اگر به یک پیامبر ایمان نداشته باشه مسلمان نیست. بنان انکار از یک پیامبر سبب کفر میشه. و دیگه عقیده که باید هر مسلمان داشته باشه در بحث ایمان به انبیا که بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم دیگه پیامبری نمیاد. محمد صلی الله علیه وسلم آخرین پیامبران است و قرآن کریم هم به صراحت میگه که خاتم النبیین است. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبیین.
و از جمله چیزایی که ما عقیده داشته باشیم در باب ایمان به انبیا علیهم السلام است که اطاعت از پیامبر اطاعت از الله است. چرا؟ پیامبر پیام رسان الله است. در قرآن کریم امیره الله متعال به صراحت میگه که قل این کنتم تحبون الله فاتبعونی، بگو برشان که اگر شما واقعا الله را دوست دارین پس از ما اطاعت کنین. پس اطاعت از پیامبر اطاعت از الله است، نافرمانی از پیامبر نافرمانی از الله است. بعد از یک وقفه باز هم در خدمت شما دوستان قرار میگیریم. خوش آمدین به ادامه برنامه. دوستای عزیز، قبل از وقفه در مورد ایمان به پیامبران صحبت کردیم. حال در مورد ایمان به آخرت، چرا از ارکان ایمان روز آخرت هم است. وقتی آمنت بالله را میخونیم، آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله، بعد از رسله و الیوم الاخر، ایمان به آخرت این هم از ارکان ایمان است. اگر کسی به آخرت ایمان نداشته باشه مسلمان نیست. ما شما همه یقین داریم که یک روز از به نام روز آخر، روز قیامت میگن. نام های مختلف داره قیامت. قیامت معروف است. روز آخرت میگیم، روز حساب میگیم، یوم الحساب است. در قرآن کریم شما آیات زیادی را، حتی سوره ها را ببینین که به نام قیامت است. مثلا القارعه خود یکی از نامهای قیامت است. سوره نبأ که میگیم نبأ خبر میگه، نبأ العظیم قیامت است. خود سوره زلزال اذا زلزلت الارض زلزالها درباره قیامت است. یک سوره خاص به نام سوره قیامه. آیات زیادی است در مورد قیامت. این سوره انفطار که میگیم در بحثش درباره قیامت است. تکویر درباره قیامت است. به این روز ایمان داشته باشید. وقتی سوره فاتحه را میخوانیم یوم الدین که میگیم، مالک یوم الدین در سوره فاتحه میگیم، یوم الدین مرادش از روز جزا، روز قیامت است. دیگه هر مسلمان یقین داشته باشه، باور کامل داشته باشه که یک روز از روز حسابی است و الله متعال از ما ذره ذره حساب میکنه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. کسی که مثقال ذره خیر هم کرده باشه دیده میشه، میبینه او را، و کسی مثقال ذره شر هم کرده باشه میبینه. در اون روز هیچ چیز پنهان نمیشه. یوم تبلی السرائر در سوره طارق میگه روزی که تمام رازهای پنهانی آشکار شود، هیچ چیز پنهان نمیمونه. در سوره اذا زلزلت الارض گفتیم اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها. در این سوره میگه که خود زمین در اون روز اخبار خود بیان میکنه. هر چی که بالای صورت گرفته این را به الله چی میکنه؟ سخن میگه. مثلا این نفر آمد بالای زمین حکایت میکنه، بالای ما کار خوب انجام داد، نماز خواند، قرآن تلاوت کرد، با یک مسکین کمک کرد، به او صدقه داد. و برعکسش هم یک کسی گناه کرده، ای گناه هم مخفی نمیمانه. حالا ببینین بشر این توانایی را پیدا کرده که در بعضی جا ببینین کمره های مراقب است، مراقبت میکنه. حتی در جاده ها در کشورهای پیشرفته برین که کمره نصب است، دریور سرعتی که تعیین شده از سرعت زیاد سریع رفتن نمیتونه، اگه بره عاجل عکسش میگیره جریمه میشه. از ترس همون کمری که مراقب است مراقبت میکنه سریع نمیره. یا یک مأمور در دفتر کاری خود غفلت نمیکنه، به خاطر چی؟
در کار خود مصروف است که میبینه یک کمره است و مدیرش یا رئیسش مراقبت میکنه. یعنی بنده این توانایی را پیدا کرده که در بعضی جا مراقبت کنه. آیا خالقی که ما را خلق کرده او قادر نیست که از ما شما چی کنه؟ مراقبت کنه؟ بدون شک در روز قیامت، چون بحث ما ایمان به آخرت است، ایمان داشته باشیم که ذره ذره حساب میشه. پس فایده ایمان به آخرت چیز که انسان متوجه اعمال خود میشه. کسی که گناه میکنه یادش میاد خب ما خیلی گناه را کردم، هیچ کس نمیبینه، ولی روزی است که باز کل چیزای پنهان آشکار میشه، سبب میشه که از گناه دست برداره. این فایده ایمان به آخرت است. این واقعا اگه ایمان داشته باشیم باز گناه نمیکنیم. وقتی قرآن کریم شما مطالعه کنین، تلاوت کنین، آیات زیادی است که انسان متوجه میسازه که یک روزی است که بالاخره روز حسابی است. در اون روز باز هر کس نتیجه اعمال خود را، چی خوب باشه چی بد باشه، او را باز میبینه. به این خاطر ما شما ایمان به آخرت تنها به زبان نباشه که آمنت بالله را بخونیم و بالیوم الاخر، به روز آخرت. نه خیر، یقین کامل باشه که با ذره ذره اعمال ما حساب میشه. این عمری که الله بر ما داده امانت است، وقتی که الله بر ما داده امانت است، وقت خدا به جای مصرف نکنیم. عمری که الله بر ما داده، صحتی که الله بر ما داده یک نعمت پروردگار است، حساب میشه. یک شاعر میگه که انا لنفرح بالایام نقطعها، ما بسیار خوش هستیم که روزا را قطع میکنیم. روزا میگذره، بعضیا خوش است اینا بخیر هفته خلاص جمعه رسید، اینا بخیر عید نزدیک است، عید میه، سال نو شده، اینا سال نو آمد. اما میگه انا لنفرح بالایام نقطعها، ما بسیار خوش میشیم ایام قطع کنیم. و کل یوم مضى نقص من الاجل، هر روزی که میگذره اجل ما چی میشه؟ کم میشه. خوشا به حال کسی که به ما بعد مرگ خود یک چیزی امروی خود داره. به می خاطر در حدیث میگه الکیس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت. عاقل کسی است که نفس خود را کنترل کرده و به ما بعد مرگ خود عمل کرده. والعاجز، عاجز کیست؟ من اتبع نفسه هوا، کسی که نفس خود را تابع خواهشات نفسانی خود قرار داده. و تمنا علی الله الامانی، باز آرزوها هم داره زیاد. ولی انسان عاقل و شور به مابعد مرگ خود کار میکنه. خب خلاصه ایمان به آخرت از ارکان اسلام است که هر مسلمان باید به این عقیده داشته باشه که روزی است که اعمال ما محاسبه میشه. اعمال نیک کسی که کرده باشه بازو وزنش ثقیل میشه و کسایی که اعمال بد انجام داده باشه بازو اعمال نیکش سبک شد. در اینجاست که بازی به طرف دوزخ روان میشه. این کار پروردگار است. کسی که اهل ایمان باشه، اگر الله بخواه ان الله لا یغفر و یشرک به، تنها الله چیزی را که نمیبخشه شرک است. و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میبخشه برای کسی که بخواه. این که بخواه برای کی بخواه این ما نمیدانیم. به این خاطر ما شما اعمال بد انجام ندیم، اعمال نیک. چرا در اون روز این دنیا که علما میگن این دار امتحان است، نتیجه خود در آخرت میگیریم. یعنی عمر یک امتحان است. در اونجا باز معلوم میشه کی کار نیک کی کار بد. یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، روزی که روحای سفید میشه روحای سیاه میشه. اون روحایی که سفید میشه کسایی است که اعمال نامه‌شون به دست راستشون. در سوره الحاقه وقتی اعمالشون به دست راست برشون داده میشه، باز این شخص بسیار خوش است. برای مردم چی میگه؟ ها اقرؤوا کتابی، بیاین ببینین بخونین اعمال نامه مرا. اینی ظننت انی ملاق حسابی، من یقین داشتم که یک روز به حسابی خود روبروی میشم. بازو کس دیگه که به دست چپش داده میشه، از پشت سرش برش داده میشه، رویش هم سیاه شده،
او چی میگه؟ یا لیتنی لم اوت کتابیه، ای کاش اعمال نامیم برام داده نمیشد. یا لیتها کانت القاضیه، ای کاش کی فیصله کننده می بود. چی مانا؟ یعنی من فیصله میشد میمردم خلاص. دوجه مرگم که بخوای مرگ نیست. به می خاطر کافر در روز قیامت چی میگه؟ و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کافر میگه ای کاش من خاک می بودم. یا مرگ میخوان، هر قدر میخوان در قرآن کریم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، امروز یک مرگ نخواهید، مرگ زیاد بخواین مرگ برای شما نیست. دیگه در اینجا این شخصی که اعمال نامش به دست چپش داده شده دیگه میگه یا لیتها کانت القاضیه ما اغنا عنی مالی، از من مالی که در دنیا داشتم هیچ چیز دفع نکرد. هلک عنی سلطانیه، همون قدرت و صلاحیتی که در دنیا داشتم کلش از بین رفت. الله متعال توفیق بده برای شما. وقتی اقرار میکنیم که روز آخرت است، ایمان و یقین و باور داریم، در عمل هم بر شخص نشان بدیم. مسلمان همیست که تنها به زبان نگوی، اقرار نکنه، به عمل هم باید ایمان خود را نشان بده، چون عمل که از مظهر ایمان است. الله متعال به همه شما توفیق بده که از این عمری که در حقیقت یک امانت است استفاده خوب کنیم. تا برنامه بعدی که باز بحث ما در مورد ایمان به تقدیر و ایمان به زنده شدن بعد از مرگ، اگرچه بعد از مرگ در بحث آخرت ما صحبت کردیم، تنها یک بحث میمونه که ایمان به تقدیر، انشالله در برنامه بعدی ایره بحث میکنیم و بعد از او در احکام وضو، نماز و مسائل فقهی آغاز میکنیم انشالله. امیدوار هستم از این برنامه استفاده کرده باشین. تا برنامه بعدی، الله حافظ و ناصرتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.